به قسمت پنجم دوره آموزشی 0 تا 100 ساخت تابلو نئونی خیلی خوش اومدین. قراره که توی این قسمت بریم و با هم دیگه یاد بگیریم که چطوری ریسه هایی که تو قسمت قبل سیم کشیش رو انجام دادیم رو روی تابلو و روی ورق پرکسی که لیزر کردیم رو اجراش بکنیم. سلام، من معاذ رحیمی هستم و خوشحال میشم که برای حمایت از من این ویدیو رو لایک بکنید و بدون هیچ معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. خب همونجور که الان دارید میبینید من دو طرف این ریسه ها رو سیم وصل کردم به جز ریسه آخری که در واقع آخرش میشه اینجا که دیگه به سیم دیگه نیاز نداره و این ریسه بزرگتره رو من فقط یه طرفش رو در واقع سیم وصل کردم و حالا یه تست نهایی هم بزنیم. الان این فیش مادگی رو میزنیم به آداپتور و در واقع قرمز رو میزنیم به قرمز و مشکی رو به مشکی. میبینیم که بله این قسمت روشن میشه. برای تک تک این قسمت ها تست میکنیم و میبینیم که بله این قسمت هم که داره روشن میشه اوکیه. برای این یکی تک به تک اینجوری تستش میکنیم که قبل از اینکه بخوایم کار رو اجرا بکنیم مطمئن بشیم که سیم رو درست وصل کردیم. میبینیم که همه قسمت ها روشن میشه و هیچ مشکلی هم نداره. خب حالا که سیم کشی ریسه ها رو انجام دادیم بریم سراغ اجرای کار روی پلکسی. در مرحله اول قبل از اینکه ما کار رو اجرا بکنیم در واقع همونجور که خودتون اینجا دارید میبینید این قسمت یه خط کشیده شده که ما میتونیم برچسبش رو جدا بکنیم. این قسمت دقیقاً قسمتیه که ما میخوایم ریسه ها رو کار بندازیم و میتونیم برچسب این قسمت رو در بیاریم که باید این کار رو انجام بدیم که در واقع ریسه رو این قسمت کار بندازیم. یک لحظه من برچسب های این قسمت رو در میارم. دقت کنید که فقط برچسب های این قسمت رو در بیارید و بقیه قسمت ها بذارید برچسبش بمونه فعلا و کاری بهش نداریم. فقط قسمتی که قرار ریسه ها رو کار بندازیم برچسبش رو جدا میکنیم. خب حالا که برچسبای این قسمت رو جدا کردیم بریم که کار رو اجرا بکنیم. یک لحظه من تابلو رو به این شکل اینجا قرارش میدم و بذارید که بریم سراغ اجرای کار. خب در مرحله اول بریم سراغ وصل کردن این ریسه کوچیک‌تره که در واقع ورودی ما هم از این ریسه هستش. میایم و سیم یک طرف رو از این سوراخ عبور میدیم به همین راحتی و به همین شکلی که دارید میبینید این قسمت رو میتونیم کار بکنیم. حالا باید این قسمت رو اینجوری به این شکل قرار بدیم و بریم سراغ چسب کاریه که من با استفاده از یه سرنگ این چسبی که غلیظ نیست و یه چسبیه که رقیقه با این چسب میام و روی این قسمتی که برچسبش رو در آوردیم چسب کاری میکنم. دقت کنید که برای چسب کاری زیاد چسب نریزید، کم هم نباشه، یعنی یه جوری باشه که به اندازه باشه. نقطه های کوچیک میذاریم که بتونیم در واقع ریسه رو کار بندازیم. همین راحتی این قسمت رو چسب کاری میکنیم و در مرحله بعد میایم و در واقع این سیمی که این طرف هستش رو از این سوراخی که برای این قسمت ایجاد کردیم عبور میدیم به همین شکلی که دارید میبینید. این سیم رو میتونیم از اینجا عبور بدیم. فقط یه نکته ای رو اینجا دقت کنید که بعد از اینکه چسب کاری کردید اگه ریسه رو گذاشتید روی چسب دیگه نمیتونید بردارید و اگه ریسه رو بردارید در واقع کارتون خراب میشه. فقط این قسمت رو خیلی خوب دقت کنید که کارمون قشنگ بشه. خب من از این قسمت شروع میکنم و ریسه رو به این شکلی که دارید میبینید اینجا
مثلا این شکل قرارش میدم. به همین راحتی میتونیم لیسته های نئونی رو به در واقع ورق پلاکسی بچسبونیم و خیلی راحت و ایزی این قسمت رو چسب کاریش کردیم. رفقا شمایی که تا اینجا ویدیو اومدین خوشحال میشم که برای حمایت از من این ویدیو رو لایک بکنید و اگه چنل منو سابسکرایب ندارید همین الان سابسکرایب کنید که از ویدیوهای بعدی جا نمونید. من تو چنلم بهتون آموزش میدم که چطوری 0 تا 100 یه اتاق گیمینگ رو با کمترین هزینه ممکن بسازید. پس حتما چنل منو سابسکرایب داشته باشید. خب حالا اگه ما بخوایم این قسمت رو تستش بکنیم به همین راحتی میبینیم که این قسمت روشن میشه و خیلی قشنگ تونستیم که این قسمت اول تابلو رو بچسبونیم. بقیه قسمت ها هم دقیقاً به همین شکلی که بهتون نشون دادم وصلش میکنیم و خب من دیگه ویدیو رو میذارم رو دور تند که دیگه توضیحات خاص دیگه نداره، فقط همین کاری که من برای این قسمت انجام دادم دقیقاً همین کار برای بقیه قسمت ها هم به همین شکل در واقع انجام میدیم. در مرحله اول میایم و سیم رو از این قسمت در واقع عبور میدیم و بعد از اون چسب کاریش رو انجام میدیم و در آخر این یکی سیم رو هم اینجا عبور میدیم به همین راحتی. پس بریم که این تابلو نئونی خفن رو بسازیم. Let's go. خب همونجور که میبینید ما ریسه ها رو به پلاکسی چسبوندیم و حالا در این مرحله بذارید من تابلو رو بر بگردونم به این سمت. خب در این مرحله میریم سراغ برقشی نهایی کار که ما باید سیم ها رو به همدیگه وصل بکنیم. در مرحله اول در واقع فیش مادگی رو به قسمت ورودی وصل میکنیم. این فیش مادگی هستش که ما به این قسمت ورودی با استفاده از وارنیش وصل میکنیم. این در واقع وارنیش هایی هستش که ما ازش استفاده میکنیم. به جای نوار چسب میتونیم از وارنیش استفاده کنیم همونجور که خودتون دارید میبینید. به همین راحتی ما میتونیم از وارنیش استفاده کنیم. خب ما وارنیش ها رو میزنیم به داخل سیم به همین شکلی که دارید میبینید. در واقع یک لحظه به همین شکل وارنیش رو میذاریم داخل سیم و اینجا همونجور که بهتون گفتم به این نکته خوب دقت کنید که سیم قرمز که سیم مثبت هستش رو به مثبت وصل میکنیم. خب بعد از اینکه سیم رو به همین راحتی وصل کردیم حالا میتونیم وارنیش رو بیاریمش جلوتر. یک لحظه. خب به همین راحتی وارنیش رو میاریمش به این قسمتی که در واقع سیم رو به هم دیگه وصل کردیم و با استفاده از یه فندک به همین راحتی در واقع میایم و سیم رو به هم دیگه وصلشون میکنیم. این یکی سر سیم هم دقیقاً مثل اون قسمت به هم دیگه وصلشون میکنیم. خب الان که سیم ورودی رو وصل کردیم میزنیمش به آداپتور و میبینیم که بله این قسمت پایین که برقش رو وصل کردیم الان روشن شد و هیچ مشکلی هم نداره. بریم که بقیه قسمت ها رو به هم دیگه وصلشون بکنیم. خب در مرحله بعد این برق اصلی که از این قسمت وارد تابلو میشه و
از این ریسه میاد به تابلو وارد میشه رو به بقیه قسمت ها منتقل کنیم. برای این کار کافیه که برق اصلی که این سیم هستش رو به این قسمت و دقیقاً این سیم رو هم به این سیم وصل بکنیم که در واقع 3 قسمت از تابلوی ما برقش تأمین بشه. خب من برای وصل کردن این سیم ها از وارنیش استفاده می کنم. این دقیقاً وارنیشی هستش که من ازش استفاده می کنم. فکر کنم این اندازه زیاد باشه براش. یک لحظه. بله، یه نمه کوتاه‌ترش بکنم. خب دقت کنید که حتما سیم قرمز رو به قرمز و سیم مشکی رو به مشکی وصل بکنید. ما به همین راحتی میتونیم این قسمت رو وصل و در واقع بذارید من وارنیشش رو اینجا قرار بدم. خب ما میتونیم به راحتی این قسمت رو با استفاده از این وارنیش به هم دیگه وصلشون بکنیم. باز این یکی قسمت رو هم به همین شکل به هم دیگه وصلشون میکنیم. حالا با استفاده از یه فندک میتونیم به همین راحتی در واقع این قسمت رو به هم دیگه وصل بکنیم. خب ما سیم مثبت رو به هم دیگه وصل کردیم و حالا بریم سراغ سیم منفی که در واقع سیم مشکی ما سیم منفی هستش. این قسمت رو هم دقیقاً مثل این قسمت با استفاده از وارنیش به هم دیگه وصل میکنیم. خب همونجوری که میبینید ما این قسمت رو به هم دیگه وصلشون کردیم و حالا بریم سراغ تست این قسمت. اما خب قبل از تست ما این سیم هایی که اینجا هستش رو از هم جدا میکنیم که سیم ها به هم دیگه وصل نباشن، که اگه در واقع این 2 سیم مثلا به هم وصل باشن تابلو ما روشن نمیشه. خب ما الان تستش میکنیم، میبینیم که بله 3 قسمت، یعنی این قسمت، این قسمت و این قسمت برقش وصل شده و فقط میمونه این قسمت که برای این قسمت هم ما میتونیم در واقع از اینجا این برق رو به این سیم وصل بکنیم و از اتاق فرمان ظاهرا اشاره میشه که این سیم اضافه هستش و ما یه سیم رو اضافه وصل کردیم. اما خب هیچ ایرادی نداره و میتونیم این قسمت رو از همینجا برش بزنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، اصلا مشخص هم نمیشه. خب حالا باید بریم که این 2 سیم رو به هم دیگه وصل بکنیم و منتظر نتیجه نهایی باشید. بریم که من سریع این 2 سیم رو به هم دیگه وصلش بکنم. خب حالا که این قسمت رو هم وصل کردیم، بریم که در واقع نتیجه نهایی رو ببینیم. بزنیمش به برق، ما میبینیم که روشن نمیشه. حالا شاید بپرسین چرا؟ چون در واقع این 2 سیم اینجا به هم دیگه وصلن. همونجور که بهتون گفتم اگه 2 سیم به هم دیگه وصل باشن تابلو روشن نمیشه. اما خب الان روشن شد. فقط باید این سیم رو از پایه از اینجا قطع بکنیم که من الان این کار رو انجام میدم. خب این سیم اضافه رو هم برش زدیم و حالا اگه بزنیمش به برق میبینیم که تابلومون روشن میشه و هیچ مشکلی هم نداره. خب تو این قسمت میخوام چند تا نکته مهم بهتون بگم. نکته اول این هستش که ما این قسمت هایی که سوراخ ایجاد کردیم جا برای چسب داره. ما میتونیم این قسمت رو چسبکاری بکنیم که یه موقع اگر احیانا این سیم ها کشیده شد در واقع سیم از جا کنده نشه. خب ما این قسمتی که سوراخ هستش رو میتونیم در واقع چسبکاری بکنیم که در واقع محکم باشه و بذارید من همین الان این کار رو انجام میدم. اما خب قبل از اون بذارید من این برچسب ها رو بکنم. برچسب های جلو که فعلا باش کاری نداریم، ولی خب برچسب های پشت که این قسمت، مخصوصا این قسمت هایی که سیم کشیده شده، این قسمت ها رو برچسبش رو بکنم که بتونیم سیم رو از یه قسمتی رد بکنیم که زیاد مشخص نباشه و با استفاده از چسب اون قسمت رو بچسبونیم که دیگه حرکت نکنه. بریم که من این برچسب ها رو بکنم و دوباره بعد از اون چسب کاری رو انجام بدیم. میتونید هم فقط این قسمت هایی که در واقع سیم کشیده شده برچسبش رو بکنید که این قسمت ها دیگه کثیف نشن یه موقع حین کار. ولی خب من الان
کل این برچسب‌ها رو در میارم که شما بتونید نتیجه نهایی رو خیلی خوب و واضح ببینید که با هم دیگه چه تابلو خفنی ساختیم. خب من این برچسب‌های پشت کار رو در آوردم و حالا بریم که برچسب‌هایی که قسمت جلوی کار هستش رو بکنیمش. همونجوری که می‌بینید من الان برچسبی که رو تابلو بود رو جدا کردم و یه تلق شفاف داریم و یه موردی که اینجا شاید تو چشم شما باشه خیلی، این سیم‌هایی هستش که از این قسمت یا این قسمت رد شده که ما میتونیم این سیم‌ها رو مخفی بکنیم. فقط این قسمت، یه قسمت اینجا این سیم مشخص میشه، بقیه قسمت‌ها همه سیم‌ها مخفی میشه. و خب برای اینکه بتونیم سیم ها رو مخفی بکنیم تابلو رو برمیگردونیم و باید سیم ها رو دقیقاً تو مسیری که این ریسه ها هستش سیم رو از این مسیر رد بکنیم. مثلا اینجا ما میتونیم به این شکل این سیم رو با استفاده از همون چسب 1 2 3 بچسبونیم اینجا که دیگه حرکت نکنه و در واقع کارمون خیلی قشنگ‌تر بشه. قبل از اون من چسب رو میریزم به این سوراخ‌های ورودی که در واقع این قسمت هم محکم بشه. بریم که داشته باشیم. فقط یه نکته دیگه خیلی حواستون باشه که موقعی که دارید چسب کاری میکنید اصلا از این اسپری ها استفاده نکنید، اصلا به هیچ وجه. فقط برای پشت کار اگه یه موقع مثلا چسبتون دیر خوش شد، قسمتی که مشخص نمیشه که اینم توصیه نمی کنم، میتونید بعضی وقتا استفاده کنید، اما خب کلا این اسپری استفاده نکنید. حالا شاید بپرسید چرا؟ چون موقعی که ما اسپری رو بزنیم روی این تلق پلاکسی، اونجا که اسپری زدیم سفید میشه و عملا این تلق ما شفاف نیست دیگه، تلق ما سفید میشه. به خاطر همین اصلا از این اسپری استفاده نکنید. خب حالا میام و در واقع مسیری که قرار سیم رد بشه رو چسب کاری میکنیم و بعد از اون سیم رو روی چسب میچسبونیم. خب این قسمت رو هم بست کردیم و حالا اگه تابلو رو بر بگردونیم میبینیم که فقط این قسمت مشخصه که یه سیم مشکی اومده و اگه تابلو رو بزنیم به برق میبینیم که بله تابلو روشن میشه و ببینید که چقدر خفنه. خب الان بریم که یه تیزر خفن هم از این تابلو ببینیم. خب رفقا این تابلویی هستش که ما توی این دوره آموزشی با هم دیگه طراحی و بعد از اون اجراش کردیم. ببینید که این تابلو چقدر خفنه و ما تونستیم که با هم دیگه یه تابلو خفن رو طراحی بکنیم و اصلا بذارید یه دقیقه من این تابلو رو روشن کنم که بتونید بهتر ببینید. 1 2 و 3 ببینید که با هم دیگه ما یه همچین تابلوی نئونی خفنی رو ساختیم. حالا یه سوالی که شاید اینجا براتون پیش بیاد اینه که ما چطوری میتونیم این تابلو رو به دیوار بچسبونیم. برای اینکه میتونیم تابلوها رو به دیوار بچسبونیم میتونیم در واقع یه میخ بزنیم به دیوار یا میخ پیچ بکنیم به دیوار و اینجوری میتونیم هر تابلویی که درست کردیم رو به دیوار وصل بکنیم. اما خب این موضوعی که اینجا هستش اینه که همه طرح‌ها مثل این طرح نیستن که این وسطش خالی باشن. برای اون طرح‌ها ما میتونیم از اسپیسر استفاده بکنیم. در واقع ما میتونیم با استفاده از یه اسپیسر که عکسش رو اینجا براتون میذارم میتونیم تابلو نئونی که ساختیم رو به دیوار وصل بکنیم. حالا اگه در مورد ساخت تابلو نئونی یا هر موضوع دیگه سوالی براتون پیش اومده میتونید تو کامنت ها از من بپرسید. اگه سوالا زیاد باشن که یه ویدیوی دیگه براش میسازم و اگه زیاد نباشن هم حتما تو کامنت ها بهتون جواب میدم. خب بذارید تابلو رو خاموش کنم و اگه از این ویدیو و از این دوره آموزشی خوشتون اومد خوشحال میشم که حتما ویدیو رو لایک بکنید و نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسید. اگه چنل منو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب داشته باشید که از ویدیوهای بعدی جا نمونید. این دوره آموزشی که من ضبط کردم حتما در آینده یه سری آپدیت هایی داره که اگه آپدیتش بیاد من ویدیوش رو اینجا براتون میذارم. در ضمن اگه دوست دارین که خودتون با کمترین هزینه ممکن یه عالمه وسایل گیمینگ خفن بسازید حتما این پلیلیست که اینجا میذارم رو ببینید و از دستش ندید. مرسی از شما و دمتون گرم.